ببینید من قبول دارم که جنس ایرانی میتونه خیلی کیفیت بالایی داشته باشه. لباس ایرانی میتونه خیلی خیلی با کیفیت تر از لباس‌های دیگه‌ای باشه. ولی یه چیزی رو قبول ندارم که لباس ایرانی، جنس ایرانی قیمتش برای مایی که تو ایران زندگی میکنیم خوب نباشه و گرون باشه. یعنی بخوایم با همون قیمت یا با اختلاف خیلی کمتر بیشتر یا کمتر بخوایم جنس ترکی رو بخریم یا لباسی که اصلا ایرانی نیست رو بخریم. تویی که تولید کننده این موضوع رو یادت باشه که ما ایرانی‌ها اگه قرار لباس ایرانی بخریم به جیبمون هم نگاه میکنیم دیگه. میبینیم که آقا ما نسبت به جیبمون قرار لباس ایرانی بخریم، پس باید برای ما بصرفه، پس باید قیمت مناسبی باشه، پس باید قیمت معقولی باشه. اگه قرار باشه که ما به قیمت لباس ترکی بیایم لباس ایرانی بخریم، خب میریم همون لباس ترکی رو میخریم، چیز عادیه و جنس ترک از قدیم الایام اثبات شده است. نمیدونم این چه سیستمیه که به کار گرفتین که میخواین جنس ایرانی رو به قیمت جنس‌های خارجی بفروشین. نه تنها لباس بلکه همه